گرم که رطوبتش خیلی زیاده و دیگه یادم رفت از قبلش ویدیو بگیرم. سوری. اون طرف ها مشخص نیست اصلا ولی قشنگ فوله. تکونم ندادن کم میلرزه. ژل ابرو گرفتم. از این شونه ها گرفتیم. نیازه. رفتیم از اینا خیلی خوبه. شمع گرفتیم. وکس گفت آلوورا ولی زیتون داره. میبینی؟ آره. از اینا تیغ یه بار مصرفی ها گرفتیم. بیوتی بلندر کیکی خریدم. بعد فیس واش خریدم. فیس واش تی تری. بعد استفاده کردم خوب بود. همه میگن خوبه. اینم گرفتیم شامپو هلندون. این برای هلنه. قشنگه. قشنگه. اینم گردن بندشه. مبارک باشه. انگشترش. مبارک باشه. مبارک. تیا. چه خوب. برای توه. واسه من. آره برای توه. یا هلن گفت ون کلیف فلان یا گفتم ماما خیلی دوست داره بذار براش یه دونه بخرم. مرسی. بفرم مامی بذار برات ببندیمش. اینم گردنبند ماما. عصبانیه برای من چه چیزی نخرم. دیروز برات نام خریدم. ناراحت نباش. میرم برای این گردنبند خوشگل میخرم. گلومبی. ببین خودت برا خودت شروع نکن پلی میکنی. میترسم. عجیب غریب. خب این ظاهرا تا 45 سال دیگه آب نمیشه. وقتی اینجوری میشکنیش دیگه میتونی مثلا اینو طرف بزرگش استفاده کنی، بعد این یکی رو طرف کوچیکش تا بینشو باید بکنی خوشگلش. مثلا جاهای کوچیک رو میخوای بزنی با این میزنی،
بزرگ میخوای بزنی با این جینیس. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? یا حتی 20 ثانیه. آره داشتم میگفتم ابرومو دوست ندارم هیچ جا هیچ کس دست بهش. هر بار رفتم شیکی که مثلا درستش کنه همیشه خراب شده. اینجا رو اگه تیغ بزنم بند بندازم با موچی بردارم اینا 2 روز بعد 2 روز طول نمیکشه 1 ساعت و نیم بعد مای داری میای بیرون. صورتم برم جایی بند بندازم صورتم میگه ببخشید مگه خودت دست نداری؟ پس من خراب میشم 6 میلیون جوش میزنم. میخواستی نری جای دیگه. هرچند بعد از این عملا خیلی جوش زدم، یعنی آخرین باری که یادم اینقدر جوش زدم فکر کنم 16-17 سالگیم بود. خلاصه که آدم باید بلاشه. برم مامانم و هلنم به زور بگیرم بشینم پشماشونو بکنم. سلام بیبی، بریم یه دوری بزنیم. خیلی درد میگیره. نمیتونم نشونتون بدم ولی بدون که رفت همش رفت دیگه هم نمیاد. No broke boys, no I'm not pressure, give me my بریم ناخونامو کاشتم. نام نام. نم خوشمزه. اینو بذار آقاش بخوره. من تو رو له میکنم میخورمت. بگم